السلام علیکم دوستان عزیز، سلامت و خانه و سلامت باشید. امروز 18 می یکمی روز ذوالحجه سر شد آغاز شد. از 18 می تا 27 می یعنی که 10 روز روز ذوالحجه است. برای همین هر کسی که از شما کاری ثواب بکنه یعنی چی میگن اجرش به حد به اندازه اجر زیاد میگیره. چون که در سوره شما دست کو آخری آیت های سوره زلزله میگه که کسی ذره نیکی کنه میبینه که ذره بدی کنه میبینه. و از اون جمله این از روز این روز 18 می تا 27 می ما فرصت داریم که کارهای ثواب زیاد کنیم. کسی که مثلا به کسی صدقه داده نمیشد، سوم داده نمیشد، سوم یوری سوم میتواند یاردن کند. کسی به خانه پیران سالار مثلا آنچه برده نمیشد و خانه کودک‌ها دام اینترنت یا که یگان خشت براتون یاردن میکنه. یک کس قربانی داره یک چی میگن پورای گوشت به کسی مثلا هدیه میکنه. همین ها همش در مثلا چی میگن ثوابی ما در همین 10 روز ثوابش به اندازه زیاد در نزد الله تعالی چی میشه نصیب بهش میگردد. هر یک انسانی که کاری ثوابی کنه در 18 می تا 27 می مثل 2026 امروز 18 می است. از همین 18 می تا 27 می 10 روز این روز یکم روز ذوالحجه است و روز 27 روز عید قربان، دهم روز ذوالحجه است. در روز دهم آدم عید قربانی میکنن، قربانی مثلا قربانی ثواب به دست میارن. لیکن تا روز عید ما چگونه ثواب به دست آورده میتوانیم؟ با یک از سخن خوب میگوییم، معامله خوب میکنیم، با یک از یک مثلا که سنت یک خنده میکنیم، یک دعا میکنیم، یک آیت قرآن میخوانیم، یک مثلا که یک از ختم قرآن مثلا با یک از مثلا میگه که ختم قرآن کردم و آیت قرآن مثلا که تلاوت کردم ختم کردم و یک از مثلا در پشت مثلا گذشتگانمون دعای خیر میکنیم. ثوابش به حد به اندازه زیاد است. چون که در آیت سوره مائده آیت 2 میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تعاونوا علی البر چی میگه که التقوى و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق الله. میگه که با معامله خوب و تقوا با همدیگه میگه رفتار کنید و میگه با دشمنی با همدیگریتون با چی میگن گناه و دشمنی با بین همدیگریتون یاری ندهید. فقط میگه با معامله خوب و تقوا همدیگریتون رو یاردن میگه و دستی یاری رسونید و برای گناه کردن و برای دشمنی ورزیدن بین همدیگریتون هیچ میگه یاری نکنید، دست یاری ندهید میگه. همین آیت همین دویم سوره مائده آخرش هم میگه پس از این دو میگه در تماشای آیت که پس از خداوند بترسید و درستی که خداوند یعنی که از جزای دهنده سخت است، جزایش عقوبتش بسیار وزنین است. کسانی که اگر که بین همدیگری اگر یاری دیان برای دشمنی کردن کسی، برای جمع انداختن کسی و بین همدیگر چی میگن برای گناه کردن و مانند چی؟ با مانند دختر پسر شناس میکنه و میرن زنا میکنه میشد گناه. به گناه برای گناه کردن بین دو نفر میگه دستیاری نرسانید. یا که دو کس جنگ میاندازن دشمنی میشه بین هم دیگه گریشون میشه دشمنی و این کار میگه یاری ندید. فقط میگه به کاری خیر و کاری نیکی دستی یاری چکنید برسن. و سوره الاصل میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. پس میگه با نصیحت برای کار خیر کنید همدیگریتون رو و نصیحت برای صبر همدیگریتون کنید. بله تواصل از کلمه نصیحت است. بالخیر به عمل نیک میگه همدیگریتون رو میگه راهنمایی کنید و با صبر همدیگریتون رو راهنمایی کنید. انا میگم هموطن عزیز این 10 روز رو فرصت رو از دست ندید. این چون اگر در همین 10 روز از این روز 18 می تا 27 می اگر شما در کامنتاری های همین بلاگرهای مسلمان ها و بلاگرهای بخصوص تاجیکان اگر کامنتاری خوب نویسید و لایک کنید و поделиться کنید که همین ویدیوهای من رو بخصوص ویدیوهای من رو поделиться کنید و لایک کنید و کامنتاری خوش نویسید که ثوابی به حد زیاد میگیرید، به حد زیاد میگیرید. برای که سخنهای من بغیر از سخنهای خوب دیگه چیزی نیست. من در اینجا شما را هیچ رکلام نمیکنم که بیا خرید و بیا چی فروشید و بیا من شروع هم زیبایی من رو ببینید. نه، فقط آیت قرآن حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله رو میرسونم. برای همین شما در این ثواب اگر خواهید خوش شوید یک جای شاید با من یعنی که لایک بذارید ثواب میگیرید، تجلیس کنید ثواب میگیرید، کامنتاری نیستیم با آری جانم میشه با ثواب زیادتر میگیرید. برای که از این روز تا روز این روز 18 تا 27 می فرصت دارید که
ثواب و چی بگم اجر و رحمت از جانب الله تعالی رو زیاد به دست آورده باشید. می ندارم شما